سلام به همه. من علی تیموری هستم. این جلسه میخوایم در مورد کشت ویروس برای شما صحبت کنیم. یکی از شاید کلیدی ترین موضوعاتی که در زمینه ویروس شناسی وجود داره. در واقع اگه بخوایم یه مقدمه توی کشت سلول بر اساس همین کتاب فلینت بگیم، اینه که در واقع کشت سلول، تلاشایی برای کشت سلول از اوایل قرن 20 شروع شده، ولی به خاطر اینکه میدونیم اون موقع آنتیبیوتیکا هنوز توسعه پیدا نکرده بودن، آنتیبیوتیکا که بتونن باکتریا رو کنترل کنن، توی کشت سلول هم یکی از مشکلاتی وجود داره، هم آنتی فونگال ها هم آنتیبیوتیک ها باید به طور مرسوم استفاده بشه، مثلا برای سلول هایی که اول جدا میشن از بیمار و میخوان اینا رو در واقع به یک سل لاین تبدیل کنن. این آنتیبیوتیک ها ضرورت داره. خب به همین دلیل خیلی توسعه زیادی کشت سلول پیدا نکرد تا دهه 40، به خاطر اینکه در دهه 40 یکی اینکه میدونیم آنتیبیوتیک ها در واقع توی دهه 1929 اولین آنتیبیوتیک به اسم پنیسیلین در واقع عرضه شد که پنیسیلین و بعد آنتیبیوتیک زیادی هم وارد بازار و مارکت شدن و اولین سل لاینی هم که اینجا نوشته شده آیزولیت شد اصطلاحاً سلول موشی L929 هستش که یک سلول فیبروبلاستیه و سل بعدی که سل هلا بود که در واقع داستان خودش رو این سل هم داره که یک سلولی هستش از سرویکال کنسر جدا شده، از بیمار پاپیلومایی که در واقع سرطان گردن رحم، دهانه رحم داشته. کسایی که در واقع توی باز کشت سلول کارهای زیادی کردن، مثلا توی پولیو ویروسی که جان اندرز بود، توماس ولر و فردریک رابینز، اینا در واقع مشخص کردن که پولیو ویروس 1949 پولیو ویروس میتونه در کشت سلول تکثیر پیدا کنه و کسایی بودن که کارهای زیادی تو این زمینه انجام دادن و منجر شد به اینکه 1954 اینا جایزه نوبل گرفتند. خب کشت ویروس خب قطعا تاثیر قابل توجهی. قبل از اون خب ویروس ها رو عموما یا توی حیوانات تلقی می‌کردن و یا تجربه اینجوری بود، ولی اینکه ویروس رو ما بتونیم در کشت سلول کشت بدیم یکی از موضوعاتیه که خیلی میتونه نقش مهمی توی در واقع تحقیقات ویروس شناسی از این نظر داشته باشه که میتونه در واقع ما به پی ببریم به اینکه ویروس ها چجوری تکثیر پیدا میکنن. و بعد توسعه واکسن ها بعدش اتفاق افتاده. میدونیم که مثلا واکسن های مثل پولیو ویروس، مثل فلج سرخک، سرشه، حالا نسل اول واکسن های پولیو ویروس مثلا کشته شده و بعد حالا زنده ضعیف شده بودن که اومدن. در نتیجه اینا خودش تحقیقات قابل توجهی رو در حوزه ویروس شناسی ایجاد کرد و اینکه ما میتونستیم اون موقع به مقدار زیاد ویروس ها رو خالص کنیم و جزئیات ساخت، چون میدونید که در مثلا انیمال مدل و اینها نمیشه ویروس رو انقدر زیاد کرد که بشه خالصش کرد و بشه اونو بعد مثلا از نظر بررسی میکروسکوپ الکترونیک بشه ساختار ویروس رو مشاهده کرد یا مثلا تکثیر ویروس رو بررسی کرد. در کشت سلول فقط امکان پذیره. در انیمال مدل بیشتر پاتوژنز یا بیماریزایی ها و شرایط مثلا پاسخ ایمنی یا ایمون ریسپانس ها بررسی میشه. اما خب به حال این اتفاق خیلی مهمی بوده که اتفاق افتاده. ولی یکی از موضوعات دیگه ای که به هر حال توی کشت سلول مطرحه اینه که یک سلول، وقتی ما میگیم یک سل لاین، این سل لاین در واقع منظورمون یک سل اپیتلیالی یا فیبروبلاستی هستش، یکی از اینها که به سطح فلاسک متصل میشه، سطح پلاستیکی در واقع متصل میشه و این سطح پلاستیکی این امکان رو فراهم میکنه که ویروس ها بتونن در اون تکثیر پیدا کنن. اگه بخوایم یه تصویری از در واقع کشت سلول ایجاد کنیم، همونجور که میدونید اولا که سلول ها در واقع از یک مثلا توده توموری، مثلا خیلی از سلول از یک توده توموری گرفته میشن و بعد میان این سلولاشو در واقع جدا میکنن، یعنی سلول ها از سطح این بافتا با استفاده از روش های اینا جدا میشن و بعد در واقع در کشت سلول، در یک فلاسک کشت سلولی اینها کشت داده میشن. اگه این یک فلاسک تصور کنیم، در واقع سلول‌ها باید میان به فلاسک و در سطح فلاسک سلول‌ها میچسبن. اصطلاحاً به این میگن یک مونو لیر
سل. خب که در نتیجه ویروس امکان دسترسیش به این سلول وجود داره و میتونه سلول رو چیکار کنه؟ اینفکت کنه یا آلوده کنه و در این سلول تکثیر پیدا کنه و بعد چون این سلول ها اصطلاحاً ما بهشون میگیم سلول سینکرون شده یعنی سلولایی که همه در یک فاز سلولی هستن. منظورمون از فاز سلولی همون سیکل در واقع سلولی هستش که شامل مراحل G1 در واقع G2 بعد S و M هستش که فازهای در واقع سلولی هستن که ما میشناسیم. حالا خیلی نمیخوایم وارد سیکل سلول بشیم. در نتیجه همه این سلول ها منظور از این که سینکرون شدن یعنی مثلا در فاز G1 هستند همشون و در نتیجه وقتی همه با هم وارد فاز S میشن و همه با هم وارد فاز میتوز میشن و حالا فازهای دیگه ای که وجود داره. در نتیجه این مونولیر بودن سلول یکی از ویژگی‌هاست و بحث سینکرون شدن. حالا سینکرون از چه نظر اهمیت داره؟ از این نظر که در نتیجه این سلول ها میتونن تکثیر ویروس رو در یک مرحله ساپورت کنن، یعنی که ویروس مثلا اگه ما 1000 تا سلول داشته باشیم 1000 تا ویروس میتونه وارد اینا بشه و بعد همه اینها وقتی آلوده میشن، همین سلول‌ها وقتی با ویروس آلوده میشن تکثیرشون توی یک مرحله شروع میشه، یعنی اینکه اتصال توی مرحله است، ورود توی مرحله است، پوشش برداری توی مرحله و میشه اونجا در واقع مطالعات ویروس شناسی اون استادی رو در واقع دیزاین کرد، چون ما نیاز داریم به این که مثلا میلیون ها سلولمون یک دفعه آلوده بشن و بشه مثلا بررسی انجام داد که حالا مثلا پوشش برداری چجوری هستش، تکثیر چجوری هستش، گیرنده چجوری هستش و اینجور مسائل. خب پس درش مونولیر سل این هستش و حالا دو مدل ما معمولا گفتیم توی کشت سل دو مدل سلول داریم، یا سلولامون عموما اپیتلیالی هستند که سلولها معمولا سلولای چند ضلعی هستند، یا فیبروبلاستی که سلولای کشیده تری هستند و در واقع سلولها به این صورت به این شکل دیده میشن. سلولای فیبروبلاستی مثلا میشه به پرایمری سل هایی مثل MRC5 اشاره کرد، دیپلوی سل هایی مثل MRC5 اشاره کرد یا WI در واقع 38 اشاره کرد و سلول اپیتلیالی خیلی خیلی زیادن. همین سلول در واقع هلایی که اسپوردیم یک سلول اپیتلیالی هستش. خب این از در واقع سلول و مونولیر سل ها، ولی میشه مثلا سل های چیزام خونی رو هم کشته مثل لمفوسیت ها، اینا که برای اونها جزء سلول پرایمری هستن که در موردش صحبت می‌کنیم. مسئله بعدی که توسعه پیدا کرد اینه که سلول ها رو ما میتونستیم در واقع فریز کنیم. یکی از در واقع مسائل خیلی خیلی مهم توی کشت سلول در واقع فریز کردنه، به این معنی که شما میتونید یه سلول رو وقتی که در داخل فلاسک دارید میتونید اون رو اگه این فلاسک باشه میتونید این سلول رو در واقع اینو به یک لوله منتقل کنید و این سلول هایی که در لوله هستند حالا تحت شرایطی که شرایط اصطلاحاً فریزینگ مدیوم بهش ما میگیم، میشه اینا رو در -80 یا -70 تا -196 در واقع استوک یا ذخیره کرد و برای سالها، برای چندین سال میشه اونها رو نگهداری کرد. این امکان رو فراهم میکنه که ما بتونیم سلول ها رو برای سالها نگهداری کنیم که یک شرایط روتین آزمایشگاهی که معمولا توی فریزینگ مدیا از محیط کشت و سرم و یه ترکیب در واقع کرایوپروتکتنت مثلا DMSO یا عموما در کشت سلول از DMSO استفاده کرد و سلول رو نگهداری کرد که حالا مباحث تکنیکی ما نمیخوایم مطرح کنیم. خب اما ما عموما 3 نوع در واقع سلول داریم. وقتی اولا که من اینو بگم خدمتتون، وقتی ما صحبت از سلول در کشت سلول میکنیم، وقتی ما میگیم سل کالچر، در واقع قدیم حالا اسم تیشیو کالچر یا کشت سلول رو میگفتن تیشیو کالچر، ولی همون سل کالچر مد نظر ما هستش اینه که اولا در مثلا ما وقتی میگیم سلول هلا، این سلول یک نوع سلول هستش یا یک اصطلاحاً بهش میگن یک لاین سلولیه. چون میدونیم که مثلا شما تصور کنید شما یه بافت رو برمی‌دارید، حالا هر بافتی، بافت پوست باشه،
یا هر بافت دیگه ای باشه، بافت کبد باشه، بافت کلیه باشه. این بافت از بخش‌های مختلفی تشکیل شده. مثلا عروق خونی داره، مثلا عروق لمفی داره. خب سلول خود پارانشیم، مثلا سلول کبدی یا سلول هپاتوسایت داره توش. مثلا سلول ماکروفاژی میتونه داشته باشه در بافت. همه این سلول ها خب اینا مثلا سلول اندوتلیال عروق هستن، سلول لمفی با سلول اندوتلیالی داره، سلول هپاتوسیتی سلول اپیتلیالش هستن و ماکروفاژ. حالا ممکنه سلول دیگه هم تخصصی تر دارن باشه که مقدارشون کمتره. خب وقتی که ما سلول رو در واقع آیزولیت میکنیم از یه بافتی و سلول یک لاین سلولی به دست میاریم، عموما اون سلولی از این جمعیت میاد بالا و غالب میشه که توانایی تکثیرش بیشتر از بقیه باشه، که معمولا مثلا در یک بافت کبد سرطانی شده سلول های خود هپاتوسیت هستن که بالا میان. مثلا در مثلا لاین هپ جی 2 یه سلول کبدی است که از کبد انسان گرفته شده، یا مثلا H7 یه سلول کبدی هستش که از کبد انسان گرفته شده. سلولای خود هپاتوسیت هستن و قالب جمع. پس بنابراین این سلول‌ها یک رده هستن و از یک منشأ گرفته شدن. پس بنابراین از نظر خصوصیات مورفولوژیکی یعنی ظاهری باید در سلولای شما یک دست باشن، و اینکه مسئله بعد اینه که از نظر ژنتیک یا ژنتیکی باز یک ویژگی ژنتیکی اینا دارن یک دستن، و به خاطر همین هم هست که این یک دستی خودش یه مزیت میتونه برای مطالعات باشه و تنوع به مطالعه نمیده، یکسانی رو در نتایج حاصل میکنه. خب این از در واقع وقتی ما میگیم پس ما وقتی میگیم 3 مدل ما سلول داریم، وقتی که ما اینجا من این تصویرها رو پاک کنم، وقتی ما میگیم 3 مدل ما سلول داریم، که این 3 مدل در واقع سلول‌های پرایمری هستند. سلول‌های بذارید من این پیش برم. سلول‌های بذارید من یه صفحه دیگه باز کنم. خب وقتی ما میگیم سلول‌های پرایمری داریم، میگیم پرایمری سل لاین. پس برای این کلمه لاین رو متوجه شدیم. پس ما 3 مدل که گفتیم، یکی پرایمری هستش، یکی در واقع دیپلویدی هستش، دیپلوید سل لاین هستش، و یکی هم اصطلاحاً کانتینیوس سل لاین. اینها در واقع 3 مدل از سلولایی هستن که خب پرایمری سل لاین ها، خب اینجا سلولایی هستن که اینا معمولا اینجا نوشته از حیوان یا حیوانات مختلف گرفته میشن. لایف اسپن اینا لیمیتد هستش، یعنی اینا سلولای فینیت هم این فینیت هم بهشون گفته میشه. این سلولهای در واقع اینها سلولای این فینیت، یعنی اینکه عمرشون محدوده این سلول ها. و اینجا هم گفته که میتونن بیش از 5 تا 20 سل دیویژن رو انجام بدن، یعنی اینکه 20 بار اینا تقسیم بشن. سل دیویژن یعنی اینکه یه سلولی، مثلا شما یک فلاسک داشته باشید، این سلول میتونه تا 20 نسل 20 جنریشن، یعنی 20 بار این پاساژ بخوره و 20 تا نسل رو برای شما ایجاد کنه. یا اینکه بین 5 تا 20، ولی عموما بسته به این داره که شما از سلولی که گرفتید از چه حیوانی باشه. اگر سلولی از حیوان جوان باشه، حیوان مثلا از نوزاد یا جنین گرفته شده باشه، خب لایف اسپنش بیشتره، مثلا 20 باره 30 باره. حالا منابع معمولا تا 50 بار هم اشاره میکنن. یا اینکه از یه فرد مثلا بالغ گرفته شده باشه، قطعا اون سل دیویژنش کمتره. خب یکی از منابعی که حالا خیلی مرسومه برای جداسازی پرایمری سل لاین ها در واقع تخم مرغ جنیندار هستش که میشه ازش جدا کرد. یعنی اگه تخم مرغ رو در نظر بگیریم، تخم مرغ جنیندار فرق میکنه با تخم مرغایی که ما در واقع مصرف میکنیم. اگه تخم مرغ در نظر بگیریم که در واقع در داخلش جنین وجود داره و اون کیسه که اطراف جنین هستش، این در واقع تخم مرغ رو جدا میکنن
در واقع این جنین رو جدا میکنن و اون بافتاشو خرد میکنن، ریز میکنن با استفاده از با ترکیب تریپسین به عنوان یه آنزیمی، یا حالا کلاژناز هم اضافه میکنن، کلاژناز تریپسین، این دوتا آنزیم خیلی استفاده میشن و اون با این آنزیم ها اون بافتا تریت میشه و بعد سلول ها جدا میشه و در داخل کشت سلول، در داخل فلاسک پاساژ داده میشه. و معمولا سلولایی که از تخم مرغ جنین دار به دست میاد عموما سلولای چی هستن؟ فیبروبلاستی هستن. سلول اپیتلیال و اینا نمیتونن خیلی بالا بیان و این سلول فیبروبلاست جنین جوجه رو میشه در واقع به عنوان یکی از منابع خیلی خیلی مهمه کشت سل استفاده کرد. ولی اینجا توی کتاب گفته منابع دیگه هم هستش، مثل مالکی کیدنیز، نمیدونم بافتای کلیه، بافتای انسانی. معمولا بافتای انسانی از جنین‌های مورد استفاده میکنن که چیزه. یکی دیگه از منابعی که خیلی خیلی مرسومه در واقع فورسکینه. فورسکین چی هستش؟ فورسکین در واقع اینجا ما هایلایت میکنیم، در واقع فورسکین اگه بچه‌هایی که میرن ختنه میکنن در واقع تو فرهنگ ما هستش، اینه که اون در واقع اون پوستی که از حین ختنه جدا میشه اون رو در واقع میبرن و من اینو یه توضیح بدم. خب در واقع اگه در نظر بگیریم یه پوستی من یه بار دیگه باز بستش کنم که به حالت قلم تبدیل بشه. خب اگه پوست رو در نظر بگیریم، اون در واقع بافت پوست رو که جدا کردم، اگه این بافت رو در نظر بگیریم که در حین از بچه‌ها جدا میشه، این رو در واقع میان این پوست رو به قطعات خیلی کوچیکی تبدیلش میکنن، مثلا قطعاتی در حد 1 تا 2 میلیمتر 3 میلیمتر. این قطعات بافت پوست رو بعد از اینکه البته این خوب شستشو داده میشه به قطعات مختلفی در واقع تبدیل میشه، این قطعات در واقع بافتی، و داخل یک پتری دیش کشت سلول که میدونید که انواع ما ظروف کشت سلول داریم که یکیش پتری دیشه. داخل پتری دیش مثلا 3-4 تا از این بسته به پتری دیشش با فاصله گذاشته میشه و روش در واقع محیط کشت ریخته میشه و این محیط کشت در واقع در داخل این سلول، در داخل این محیط وجود داره و سلول‌ها شروع می‌کنن البته باید با سرم، با سرم مثلا FBS یا سلول اصطلاحاً فتال بوواین سرم این تریت میشه. این سرم فاکتور رشد داره، گروث فاکتور داره که باعث میشه این سلول ها رشد کنن و این قطعات بافتی، خب شما تصور کنید که بافت به اندازه 2 میلیمتر میلیاردها میلیارد سلول داره. این در داخل این سلول میدونیم که در پوست سلولای مختلفی وجود داره، ولی عموما سلولای فیبروبلاستی هستن که این سلول ها در واقع از این بافت خارج میشن، از این بافت سلول های فیبروبلاستی شروع میکنن به خارج شدن و اطراف این قطعه بافتی پر از چی میشه؟ پر از سلول میشه. به خاطر همین ما میگیم بلوک های بافتی رو باید با فاصله گذاشت. در نتیجه اینا شروع میکنن به رشد کردن و بعد از چند مدت شما میتونید قطعه بافتی رو بردارید یا اینکه اصلا کاریش نداشته باشید، با شستشو دادن قطعات بافتی هست میشه و این سلولای فیبروبلاستی رشد میکنن. این میشه در واقع پرایمری فایبروبلاست از فورسکین، اصطلاحاً میگن فورسکین که یه منبع خیلی خیلی خوبه، منبع خیلی خیلی خوبی برای سلولای فیبروبلاستی انسانی هستش، چون این بافتم دور انداخته میشه و میشه چیز کرد. هرچی در واقع کودک سنش کمتر باشه، تو مراحل اول زندگی خودش باشه، مثلا 1-2 ماه اول زندگی باشه، خیلی سلول فیبروبلاستی خیلی خوب. ولی خب یه ایرادی این کار میتونه داشته باشه، این که آلودگی زیاده، به خاطر اینکه شما بافت رو از مثلا اون جراح یا هر کسی تحویل میگیرید، امکان آلودگیش زیاده. بس بنابراین برای این کش در مراحل اولیه باید از آنتی فونگال و آنتی بایوتیک آنتی بیوتیک میتونید استفاده کنید برای اینکه جلوگیری کنید از آلودگی این سلول ها. خب این از پرایمری و منابعی که هستش. باز گفتم که منابع خیلی زیادی برای پرایمری هست، ولی اینجا مثلا اسم برده اینا مرسوم ترین منابع هستن که وجود دارن. یکی از ویژگی هایی که پرایمری سل کالچر ها دارن اینه که گفته که برای هیومن واکسین میشه ازشون استفاده کرد. به خاطر چی هیومن واکسین؟ این که البته اونایی که
منابع انسانی دارن خیلی خیلی بهتر هستن. یکی از دلایلش اینه که اینها میتونن چی باشن؟ میتونن سلولای سیفی باشن، چون از نظر کروموزومی اینا دیپلویدی هستن، یعنی کروموزومشون دیپلویدی هستش، مثلا تتراپلویدی و اینا نیستن. منظور از دیپلویدی یعنی که میدونیم در سلول نرمال از هر کروموزوم یک جفت وجود داره، مثلا کروموزوم شماره یک جفت، کروموزوم شماره 2 یک جفت، و حالا و بسته به موجود تعداد کروموزوم ها هر یک جفت از کروموزوم وجود داره، و این حالت تتراپلویدی و اصطلاحاً آناپلویدی وجود نداره برای این سل‌ها. در نتیجه این سل‌های سالمی هستن، ولی خب میتونن کانتامینیشن هایی رو از ویروس ها داشته باشن، همونجور که در تاریخ ویروس شناسی مثلا از پرایمری کیدنی سل ها استفاده شده. زمانی برای کشت پولیو ویروس از پرایمری کیدنی سل ها استفاده می‌کردن که تو سله کلی میمون یه سری ویروس هایی مثال SV40 خیلی معروفه که حالا داستانش رو اگه برید مطالعه کنید می‌بینید که در سل‌های پرایمری مانکی کیدنی سلز اینها آلوده بودن به مثلا سل‌های به ویروس SV40. این آلودگی به SV40 چون این پرایمری مانکی کیدنی سل ها رو اول برای کشت مثلا پولیو استفاده می‌کردن، پولیو ویروس استفاده می‌کردن چون سلول سیفی هستش، ولی یه ایرادی که داشتن بود که آلوده بود به SV40 و اینا رو اومده بودن مثلا ویروسش رو در واقع خالص کرده بودن و غیر فعال کرده بودن و به عنوان واکسن های کشته شده استفاده کردن. دیده بودن که این SV40 هنوز در اینها فعاله و به نظر میاد که این آلودگی به مثلا بچهای واکسن منتقل شده، ولی بعدا دیدن که SV40 خیلی ویروس اونکوژنی، یعنی اونکوژنسیتیش برای انسان حداقل اونکوژنسیتیش برای انسان ثابت نشده بود، که میدونید یک پولیوما ویروس هستش از خانواده پولیوماویریده. خب اینجور پس بنابراین از نظر QC اصطلاحاً یا کنترل کیفی باید چک بشه که آیا سلولی که ما مثلا جدا می‌کنیم آیا آلودگی به ویروس خاص، ویروس دیگه‌ای که میتونه خطرناک باشه یا ویروس اونکوژنی نداره. اینا که بحث‌های اینه که تولیدیه دیگه که باید از نظر سیفتی و اینا بررسی بشه. اما حالا بعضی از واکسن ها رو حالا میخوام در مورد دیپلوید سل ها صحبت کنیم. دیپلوید سل ها سلول هایی هستند که برخلاف پرایمری سل ها همونجور که گفتیم من یه صفحه دیگه باز کنم. همونجور که گفتیم در واقع پرایمری سل ها سلول هایی هستند که معمولا بعد از چند پاساژ، اینو اگه من این گراف بکشم اینجا بنویسم پاساژ نامبر، اینجا هم مرحله رشد بنویسم، گفتیم سلول های در واقع پرایمری بعد از حدود مثلا 20 تا پاساژ اینها میمیرن، دچار مرگ میشن. خب اما یعنی سلول ها وقتی که پاساژ داده میشن، سلول های پرایمری به صورت 1/2 پاساژ داده میشن، این سلول ها دیگه 20 تا پاساژ رو بیشتر تحمل نمیکنن، حالا 20 تا 50 میمیرن. اما دسته از سلول ها هستند که در این مجموعه، یعنی در این فلاسک یا این ظرف شما، بعد از 20 تا پاساژ همچنان زنده میمونن. این درصد خیلی کمی، شاید کمتر از 1%. این سلولایی که میمونن، این مثلا توی فلاس مثلا چند تا دونه ممکنه سلول بمونه، این سلول ها در واقع توانایی رشد دارن همچنان، مثلا تا 100 تا پاساژ ادامه به رشد پیدا میکنن، یعنی جمعیت خیلی کمی از اینها میتونن زنده بمونن به خاطر حالا تغییرات ژنتیکی که در اینها اتفاق میفته زنده میمونن و به بقای خودشون تا 100 تا پاساژ میتونن ادامه بدن، تا 100 پاساژ، و بعد از این 100 پاساژ اونا میمیرن. به این سل‌ها میگن سل‌های دیپلوید سل‌ها. اینا از نظر چرا بهشون دیپلوید میگن؟ چون از نظر کروموزومی همچنان چون از نظر کروموزومی همچنان کروموزوم نرمالی دارن، یعنی تعداد کروموزومشون نرماله. پس بنابراین سل‌های سیفی هستن از نظر اینکه بخوایم ویروسی رو توشون تولید کنیم که برای مصارف انسانی استفاده بشه. خب این هم از دیپلوید سل لاین ها که گفتیم که میتونن تا 100 بار تقسیم بشن یا پاساژ بشن و اسپلیت بشن یا همون پاساژ داده بشن. خب گفته که ریتین شدن اینا از نظر دیپلویدی، کروموزوم نامبرشون، یعنی کروموزوم نامبرشون حفظ شده و خیلی استفاده میشن برای کارهای واکسن. یه مثالی که زده مثلا سل
WI38 که از سل‌های ریه جنین انسان گرفته شده که یک سل فیبروبلاستی هستش که برای خیلی از مطالعات ویروس شناسی تو این سل‌ها انجام شده. خب اما کانتینیوس سل لاین چی هستش؟ سلول نامیرا هستش. این مورتال اصطلاحاً یه سلول نامیرا هستش که معمولاً از منابع مختلف این سل‌ها تهیه میشه. این من اگه بخوام چیز کنم در واقع در مورد کانتینیوس سل لاین صحبت کنم، میشه چند تا منبع برای اینا در نظر گرفت. برای کانتینیوس در واقع سل لاین، کانتینیوس سل لاین، امیدوارم اشتباه ننوشته باشم نوشتهش کانتینیوس اینجا کانتینیوس سل لاین. یه عادت بعدی که دارم حالا اونجا نوشته ولی من دوباره می‌نویسم. خب این سلولا معمولا گفتیم که منابعشون چیا هستن. یکی از منابعی که اینا هستش خود بافت سرطانیه یا بافت اصطلاحاً توموری هستش که مثالش رو ما سل هلاز زدیم که یه سلولی هستش که از دهانه گردن رحم گرفته شده. یا اینکه پس منابع سرطانی مثلا از سرطان کبد گرفته شده، HUH7. از سلولای مثلا بافت ملانوما گرفته شده. حالا من سلولای ملانوما رو یادم نیست ولی سرچ کنیم ملانوما سل لاین از اسم سلولشون میاد. یا از بافت‌های مختلف سرطانی گرفته شده. یا اینکه به وسیله ویروس‌ها مثلا سرطانی شدن. مثل اگه ما مثال پس ویروس‌ها میتونن یکی از منابع چی باشن؟ سرطانی کانتینیوس سل لاین باشن. به این معنی که یک سلول پرایمری رو ما اگه بهش ویروس یا ژن‌های ویروسی بزنیم این تبدیل به یک سلول کانتینیوس میشه، یعنی تکثیرش نامحدود میشه. خب ویژگی کانتینیوس ها رو ما گفتیم که یکی این که چی هستن؟ این مورتال اصطلاحاً. کلمه این مورتال یعنی نامیرا هستن. شما میتونید اونا رو برخلاف پرایمری و دیپلوئید ها تا هزار بار پاساژ بدید، ولی خب در عمل حالا این اتفاق خیلی نمیفته. یعنی شما اینا رو 1000 بار پشت سر هم پاساژ نمیدید ولی پاساژشون نامحدوده. اینا هی رشد میکنن و بدون اینکه دچار مرگ بشن. دومین مسئله از نظر کروموزومی اینا آنپلویدی هستن. آنپلوید یعنی تعداد کروموزوماشون توی بعضی کروموزوم ها نرمال نیست. و اینکه اونکوژن ها اون ژن هایی هستن که توی مسیر رشد و تقسیم سلولی هستن یا ژن هایی هستن که تنظیم میکنن سیکل سلولی. اینا اونکوژن هاشون فعال شده یا اوور اکتیو شده و از حالت کنترل شده خارجه و در نتیجه مدام سلول وارد تقسیم سلولی میشه. تقسیم سلولی یعنی که اون فازهای سلولی رو مدام طی میکنه و در نتیجه به رشد خودش ادامه میده. اما سلولای ویروس هایی که وصل ویروس ها آلوده شدن، مثلا معروف ترینشون سل لاین هایی مثل سل لاین هک 293 هستش، هیومن امبریونیک کیدنی سل 293 یا 293 هستش که یه سلولی که وصله ژن ایوان A ایوان B آدنوویروس این نامیرا شده. یا میشه نامیرایی به وسیله ژن E6E7 پاپیلوما انجام بشه که دوتا ژن اونکوژن هستن که میتونن اینها اگه وارد سلول پرایمری بشن میتونن اون رو تبدیل به سلول نامیرا کنن. خب این به وسیله ویروس ها هستش که مثالش رو گفتیم. یا اینکه وسیله کارسینوژن ها، مواد شیمیایی کارسینوژن ها که این مواد شیمیایی زیادی وجود دارن که میتونن روی سلول پرایمری اثر بذارن و باعث سرطان زا شدن سلول پرایمری و تبدیل اون به یک کانتینیوس سل لاین بشن. خب اینجا مثال آورده از سلولایی که اسم بردیم حالا هلاسل کدوم سل ال و 3T3 هستش که سل موشیه، اگه اشتباه نکنم سل فیبروبلاست موشیه که باز
برای مطالعات استفاده میشه. اما این سلول های انواع مختلف سلولایی که ما گفتیم، اینا عموما سلول های اصطلاحاً ما 2 تا مدل سلول میتونیم داشته باشیم. یا سلول ها اصطلاحاً چسبنده هستن، من اینجا می نویسم، یا سلول ها ادهرنتن، یعنی به کف، عموما همه تقریبا سلول ها به کف اون فلاسک یا ظرف کشت سلول میچسبن و یک مونولیر سل رو برای شما ایجاد میکنن. یا اینکه ساسپنشن هستن، ساسپنشن یعنی شناورن و معلقن در کشت سلول. مثلا این اگه پتری دیش شما باشه، اینا معلقن و به کف فلاسک متصل نمیشن. ما سلولای ساسپنشن داریم در کشت سلول که حالا برای مصارف مثلا کار صنعتی بیشتر ازشون استفاده میشه، یعنی معلقن و به کف فلاس نمیچسبن. خب مزیتشون اینه که شما اگه یه ظرف داشته باشید که این کف فلاس باشه، به همون سطحی که این داره، یه سطحی مساحتی که این داره، سلول ها متصل میشن و بیشتر از این دیگه فضایی وجود نداره. مثلا اگه اینجا 1 میلیون سلول به کف این فلاس که شما میچسبه، در حالت ساسپنشن اگه اینو در واقع در نظر بگیرین، هم در اینجا سلولای ساسپند وجود داره، هم در بالا میتونه وجود داشته باشه. در نتیجه از تمام فضای، اگه 3 بعدی در نظر بگیریم یک ظرف رو، در نتیجه این در واقع فضای 3 بعدی در نظر بگیریم، میتونه از این همه ابعاد این 3 بعدی استفاده کنه و سلول ها در فضاهای مختلفی وجود داشته باشه. مثلا میشه تعدادش، مثلا اگه 1 میلیون این میشه، مثلا میشه 50 میلیون. در نتیجه تفاوت معناداری به نسبت تعداد سلول میتونه وجود داشته باشه. در نتیجه به نسبت همون ویروس هم اینجا کمتره ولی اینجا میتونه بیشتر تولید بشه. در نتیجه سوسپنشن ها خیلی مزیت دارن. یا اینکه مثلا این سلولای سوسپاند رو میشه روی بیتای چسبوند. در واقع این بیتا یه ذراتی میکرومتری هستند که سلول ها روش در واقع میچسبه. حالا من اینجا تعداد زیادی سلول چسبوندم، مثلا میتونه 4 تا 5 تا 10 تا سلول روی اونها متصل بشه و در نتیجه از اون فضای 3 بعدی خیلی خیلی بیشتر میشه استفاده کرد و ظرفیت رو بالا برد. پس این در مورد انواع مختلف سلول ها که ما اینجا مثال زدیم. ولی بعضی موقع هستن سلول ها IPS هم هستن. سلول های IPS در واقع سلول های بهشون میگن induced pluripotent stem cell. اینا سلولای طبیعی هستند یا سلولای پرایمری هستند که شما اونها رو تبدیل به یک سلول استم سلی کردید با استفاده از میدونید 4 تا ژنی به اسم OCT4 SOX2 در واقع کیف 4 و یا سیمیکا. اینا ژن‌هایی هستن که یه سلول رو به سلول تبدیل میکنن، سلول پلوریپوتنت استم سل تبدیل میکنن که این سلول‌ها میتونن باز تکثیر زیادی داشته باشن، مثل نامحدود نیستن قطعا ولی تکثیرشون زیاده، که اینا برای تحقیقات ویروس شناسی تو این سالهای اخیر خیلی ازشون استفاده شده. خب من خیلی برای اینکه ویدیو رو طولانی نکنم اینجا بحث رو میبندم. امیدوارم که مفید واقع بشه.